گفتی که یک از باید که شما اگر مردک باشین برید پیش اسماعیل سامانی گپ زنین و مثل تو برین همه سوال به حد بسیار میاد از زندگی ده. ای شما مرد باشین بیاید تاجیکستان باشین، مرد باشین بیاید دکتر تاجیکستان گپ زنین، مرد باشین بیاید در اروپا رحمانو گپ زنین. آخه شما یکمش اولش این که همه گپ منطقی فکر کنی، این یک گپ بی عقلی شما که مرد باشین بیاید پیش سامانی گپ زنین. آخه شما میدونید که جنگ مردانه رینگ در رینگ تشکیل میشه، دو نفر در درون رینگ میشنن، دو نفر میمونن که جنگ کنن. آیا اگر یک نفر برای در پیش اسماعیل سامانی 15,000 ارتش تاجیکستان یک طرف، یک نفر یک طرف، آیا همین مردیه؟ تو وقتی یا تو را رزبار یا جنگ پیروز میکنن تو کامera ایش یا تپا و آمادگی های همین مردیه؟ یا اینکه مردی اونایی که یک در اروپا یک به یک میشنی گوزنی؟ این چی بی عقلیه در ملت تاجیکی؟ مرد باشی بیا در تاجیکستان گپ زد. مردی نمی بود که رحمان اومد بود پاریس، امانوئل ماکرون شوی خاله ما نبود و شوی خاله امالی هم نبود، میمونده یک با یک گام زدن قطعی مخالفو، طرف یکم کس نبود. انا اون میدان مردی بود، آیا طرف 15,000 لشکر، آیا طرف یک آدم خشت که مردی برو گازا کوترا کوت مرد باشی تای فوتبال که تو برو ایو سرش اتوماتو برو یان کوت مرد باشی کو اتوماتو رو چه بگردون همین مردی میشوه. امروز جوفت مورا کوبیا تاجیکستان گازا کوبیا تاجیکستان گازا ایو سیا لشکر طرف تا تو که انا مردی بدای. خب یک لحظه من این پیغام این پروینه برای من خوندم روسی اینجا میگه که خلاصه مکتب معتزلی و ماتوریدی را خواند و گفتش که اگر یگان کس جرم کند جوابگو نیست، همش خواستی خدا است، لیکن همین خیل یعنی که این خواهر این مادر گفتنی است که یعنی که اونها به عقیده که به عقیده قدریه وری میگن، یعنی که در تقدیر همین چیز نوشتگی است، یعنی همون کاری که میکنه انسان او را خدا نوشته است. خب دیگر اون جوابگو نیست. این بچه جوان هم خیلی هست، او را خدا آوردگی است. او خدا آوردگی است. شما چی قدر زور میزنی؟ اون خدا او را آورده است، درست. برگ درخت بدون اجازت خداوند نمیغلطه. ما گپ زدیم یه بچه شما چه خیلی اعتراض میکنین. شما عقیده قدریه دارین، یعنی که اون عقیده که شما به این عقیده هستین که پروردگار همه چیز پروردگار درست است و شما به این چیز ایمان نداره که همین چیز خدا کرده است. این خدا برآورده از گپ میزنم، مرا خدا آورده از اینجا گپ میزنم، او تر خدا آورده است، اوش رحمونو خدا آورده. پس اونا ران که خدا آورده باشه این کاری ما همون کاری خدا هست، ما همون فرمایش خدا را اجرا کرده هستیم. چرا شما اینقدر نگران میشین؟ خب به هر صورت این پیغام شما میرین ما یگان تا همین گروه 24 یک تا ندیدم. من اومدم سوز کار برای خیر کرده بود، من میدونم باید کلانتون من اومدم تاجیکستان دایی روی ایش نگفت کنه چی؟ یک سنیاگ نبود در تایچه یک جاش خروشیدگی نبود کنه. اومد را امو کلانی گروه 24 گروه 24 کلانش در بیرون کیه به کلان 24 برادر عزیز یک بار برای همون اینترنت ها را برگه که یک بار گریز چور بگم که کلانش کی است، از کجا پیدا شده است، بعدن چیکن. خب برادر ایشان خدا نگهدارت باشه. اینجا یک ده برادر دیگر ما تمام ما میبرم فقط برادر تو ما ترا دیدم براستی ما رحم میاد قطعه بحث کنم برای کی ترا میبینم خیران گیا به چورا رنگ از چیز سوختگی برینی دلم نمیشه که بالات حمله کنم. اگر یکم کلاغاوس میشید باش حمله میکردم. برای فقط بدونه از همین جماعت استفاده میکنیم برای کسایی برای هم نفرا میگم که وقتی میگن که بیا تاجیکستان مرد باشه او میدان مردی نیست که یک نفر بره در مقابلش 20,000 آدم 20,000 با یک آدم این مردی نیست. مردی اینم جگاه هستم این مردی است. بله این رو پارم در رحمان رو بیا استود اون طرف یک قشه پیوست کنه بیا گازنه مردی است. بیا در جایت یک حکومتدار بیا گپ زنه بیا گپ زنه میشه مردی. چکورات مهاجر پوچکنده با چنون خوردن نیست عذاب یک آدم مسئول سفیر بیا یک دیاسپور بیا گپ زنه. تو برادر آخی این همه در همین جا عزیزی یک دقیقه عزیزی نازنینم ای بچه خوشرو ای عزیزی نازنینم کمترک تبلیغ خدایی زن اینقدر مغرور نشه به اون رحمانوف. ندارم دل کمی سنجیده لاف کبریایی زن. همین چند روز مهمان تو خواهم بود و خواهم رفت. پرم بیش کسته ای آهسته سنگی بی وفایی زن. اون دردی که تو داری اون درد ما داریم. تو برادر یک آدمی که امروز یک نمیدونم خیال کده که یک تلویزیونی است که میبرو یک خیاب ببرم یک گپ زنم
این همین مردی این نبرد حقگو است. بله این همین حوض فردا اگر من تا قبرم سفارت پیش یکن این همین حوض من تا قبرم برم پیش سفارت که نماینده تاجیکستان جرأت نمیکنن 6 نفر 10 نفر داخل بیرون ببرویان جرأت نمیکنن 10 نفران. بله مردی گپ میزنی. خدا نگهدار زنده باشی. خدا نگهدار.